قضیه های از ما، نگویم قضیه های قوی تر، بلکه طرف های از ما قوی تر نتونستن پروندهشون رو در دادگاه بین المللی به نتیجه برسانند. مثل بلاروسا که در پس قضیه بلاروسا تنها یک حزب یا حرکت نبود، کشورها بودن. ما مثلا هیچ کشور تا حال در هیچ کشوری عضو رو از 120 کشور اعضا در پرونده خودمون همراه نداریم، ولی بلاروسا داشتن، اوکراین ها زیر پوتین داشتن. در پس پرونده نتانیاهو افریقای جنوبی، ترکیه و ده ها کشورهای دیگری عضو و قوی بودند، ولی موفق نشدند. حالا نتانیاهو موفق شد ولی بلاروس نشدند. قضیه اویغورها علیه چین، با وجود آنکه هم امریکا منفعت دار بود در زمان بایدن و اروپا منفعت دار بود، ولی موفق نشدند حتی به مرحله که شدن پرونده تفتیشاتی هم نرسید. و این افراط می شود اگر ما بگیم که کار با همین تمام شد و قضیه رحمان تمام شد. اما تفریط هم نباید باشد که سهلنگاری، ناچیز نشان دادن، کم نشان دادن، نه، این طور نیست برادران. این واقعا یک کار تاریخی است. حالا نه به خاطر آنکه خب دوستان فکر کنن که چون ما در اول و در رأس و در ایده و در همه کار این قضیه شریک بودیم و این را میخواهیم بزرگ نمایی کنیم چون به نفع ما هست. نه، این به نفع شخصی یک نفر دو نفر نیست، این به نفع اصلا ملت است، حتی به نفع منطقه است. دیروز من وقتی که این توییت عربی هم رو روان کردم، یکی از برادران خیلی مؤثر در عالم اسلامی و خصوص در بخش رسانه‌ای که یکی از قوی ترین مجله های عربی زبان اسلامی را سرمحررش هست، وقتی اون قضیه رو درک کرد و فعال شد، یک بار همون توییت عربی من که در دوام 3 روز یا 4 روز از 500 بیننده بیشتر نداشت و بیشتر از 2000 رسید. چرا؟ برای که اونها مسئله رو درک کردن و گفتن که، حتی گفت که این بار اول است در تاریخ حزب و حرکت های اسلامی که یک حزب اسلامی موفق میشد پروندهش را حتی به دادگاه بین المللی ببرد. قبلا اونا هم اعتراف کرده بودند که نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب اسلامی است که در سطح جهانی توانسته 13 پرونده رهبریتش را به کمیته حقوق بشری سازمان ملل برد. یگان گروه اسلامی دیگر، حتی غیر اسلامی هم، نه از اخوانیان نه از دیگرها، به این موافقت نائل نشدند. و چه رسد به این که همین جنایت ها علیه اخوان المسلمین در سوریه، علیه نهضت در تونس، علیه حتی همین اخوانی ها در سوریه که بشار اسد چه جنایت های حافظ اسد کرده بود، ولی هیچ کدام اینها پروندهشون رو نتونستن به سازمان